تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گلرخسار نیز از سال 2000 تا اینجانب در این معرکه فعالانه شرکت می‌ورزد. این اقدام را تشکیلات جمعیتی مرکزی زنان گلرخسار پیشه گرفته بود که طول 16 روز در تمام مؤسسه‌های کسبی و خوری‌ها در موضوع زوراوری نسبت زن در اویله گذراندند. چاره‌بینی‌هایی که در دایره معرکه اطلاعاتی گذرانده شده ایستاده است به‌واسطه خود جوانان نیز فعالانه شرکت ورزیده عاید زید بودن آنها نسبت خشونت نسبت زنان فکر و اندیشه های خود را بیان کرده ایستادند. در طلار کنفرانسی دانشکده پلی‌تکنیک زیاد دانشجویان استادان و مهمانان جمع آمده بودند که هدفشان اشتراک در روز جنبسته مبارزه بر ضد خشونت خانوادگی بود. امروز ما تصمیم گرفتیم دایر این مسئله یک ملاقات سودمند برگزار نماییم. مقصد اساسی جمعیت امروزه حمایت حقوق عائله، تنظیم حقوق‌های مناسبت‌های وابسته به پیشگیری آشکار و برطرف‌سازی زوراوری در عائله میباشد. میسر قهاری مدیر بخش کار با زنان و عائله شهر خوجند در نوبت خود گفت که پدر و مادر باید بیشتر توجه نماید به تربیت جوانان، خصوصا به آن نفرانی که سینه‌شان به عائله دار شوی نزدیک شده است، زیرا بیشتر عائله‌ها در 5 سال اول زندگی پوش می‌خورد. از این جاست که پیشگیری زوراوری در عائله و جامعه شهروندی یکی از مسائل مهم محسوب می‌یابد که حل آن در مرکز دقت و توجه پیشوای معظم ملت قرار دارد. به خاطر ریشه‌کن نمودن این پدیده نامطلوب امروزها مجموعه قانون و چندین سندهای معیاری حقوقی مورد عمل قرار دارند. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله و همه ما می‌دانیم که آن 19 مارس سال 2013 قبول شده است و در زمینه این قانون برنامه مکمل دولتی درباره پیشگیری زوراوری در عائله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2014 و 2023 قبول کرده شده است. صباحت باباجان و معاون دیرکتور تشکیلاتی جمعیت مرکزی زنان گلرخسار گفت که زمانی در کشور دمونکن خواهران میرابلها طریق زوراوری کشته شده بودند و محض به خاطر آنها و نیست کردن زوراوری نسبت زن در عائله گذرانیده می شود. مقصد اساسی معرکه اطلاعاتی این پیش از همه جلب دقت جامعه و پرابلم زوراوری نسبت زنان همچون جنایت و پایمال کنی حقوق انسان، عاقبت‌های اقتصادی و اجتماعی، سبب و ظاهر گردیدن آنها، مساعدت نمودن در بلند برداشتن مقام اجتماعی سیاسی و معرفت حقوقی زنان، عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در عائله بود. شجاعت حسن و پیش از برآمدش به تمام جوانان جمع آمده خوشبختی را تمنا کرد. بعداً گفت که اگر جوان دختران بیشتر با احترام باشند و کمتر مناسبت دغل کنند می توانند عائله سالم و خوشبخت داشته باشند. ما امروز باید شکرگزاری از دولت صاحب استقلال کشورمان کنیم. من وقتی که ما حاضر گفتیم که امسال ما 20مین سالگرد اولین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بلند برداشتن نقش و مقام زن در جامعه را قید کردیم، این هم به همین مقصد بود. به این مقصد بود که سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با نظر داشت که آنکه زنان و دختران ما پیشرفته و فرهنگی باشند، با در نظر داشت آنکه در جمعیت مقام خود را پیدا کرده باشند و امروز واقعا مانند شمایان تحصیل، کار و عائله‌داری کرده باشند همین فرمان را قبول کرده بودند و قبول فرمان هم در روزهای خیلی سخت جمهوری تاجیکستان در حالت جنگ شهروندی قبول گردید که حالت زنان ما در آینده چگونه می شود. با همین مقصد، با همین مرام سرور دولت همین فرمان را قبول کردند. در قسم دیگری چاره‌بینی باشد از جانب دانشجویان صحنه‌های پیگیری موضوع زوراوری در عائله پیشکش گردید. سلیم جان چی گفت؟ کریم جان چرا گیره داره؟ باز شما را انجام گیره نکنید. مادر جان من چیزی نمیستم. را از اینجا من ادبی تو را داده میمانم. گیره نکنید کریم جان. مادر جان من دیگر این خیلی زندگی کرده نمیتوانم. زندگی به دلم زد. استغفرالله گوید کریم جان. هر دویتان جوان نافهمی میشود.
خیر اکنون آرام شوید. донишҷӯи ҳамин донишкада мегӯяд ки худ ҳанӯз ҷавонам ва ба ҳамсолонам тавсия медиҳам ки ҳамеша дӯстдори оила бошанд. аз нигоҳи мо ҷавонон зӯроварӣ дар оила аз тарафи мард бисёртар дида мешавад. барои ба ин камҷо роҳ надодан бояд мардон бо ҳамсарони худ муомилаи хуш намоянд. هم خدا جان کلید به کجا رفت؟ به کجا هم میرود؟ باز به نزدیک داماد تاریجه؟ муҳаммад солеҳ собиров, нодири насимзод, паёми рӯз.